من اکتریسه شدگیم هم سببش است. وقتی که پدر و مادرم را گفتن تربه بچه های فرساندن دیدم به قزاقستان به حسن حسین دادرم خواهرم سه کسه اینا کجا بودگشان نمیدانم. سانی نغزه که انا همان وقت همین جوان یکم شوهرم اون کس فرانت ما مردن انا همان کس راهبر ادبی تئاتر بودن عثمانوف. یکم دراماتورگ تاجیک عثمانوف ابوالحق همه ایساش برآورد. همین قدر آدم به من دختر دشمن خلقو همین یگیت من نیپت داد. تئاتر با همین اسکمی که خالی باشد سینماگر یونم به یگان کس نمیشتود. دختری دشمن خلق در حقیقتم دلم غم میشونید. جغمه زدن میگفتن میپرسیدن. پدرم همچون دشمن خلق همون وقت همه خیلی یک وقت بود که مول آدم هر خیلی گناه کتی دشمن خلق همیشته. انا همون دوره پدرم همچون دشمن خلق گفته قلقاگه. همه این مادرم از سرگذشتشون میدونستم. ای خدا گفتم که کلام میشم مادر باز میکنم. سانی تئاتر به گلچهره بخایی و گفتن که اکتریسه بودن وقتا گلچهره اون کس فقط مادر باز میکردن. همه هم که یکم ریاد با اونده میشتم زلبه گوش کرده که همین کس برای مادر شوم. یک روز هم گفتن که پگه از مسکو کمیسیم بیاد و فلان سپیتاکل میمانیم. گلچهره بقایی و خورفت این کسل تپشان بلند از بس که دوست میدارم همین رول ها خود به خود من به یاد شدگی. لیکن یاش حالی پیری نیست. سانی ما چیکار میکنیم پاک کمیسیم بیاد. سانی رجیسور با گفتم که من بازو میکنم. کیا؟ مادره. چخیل تو مادره بازو میکنم. من گپش همه میدونم بازو میکنم. سانی ماندن برای کمیسی های مسکو 4 کس آمدگی در پیرانه پوشاندن در چه گیریم که قرض کتی برام بدن. همون کسا مادری بازی کردگیشان بازی کردم. گلچهره رفته گفته که سپیکتاکل خیلی من خور رفتیم و گفتیم که مشرفه بازی. چطور مشرفه بازی کرد؟ رولتون هم میدونستین تکس هم میدونستین هم بازی کردن. از همان روز سر کرده است مادر بگذاشتم. اینم من اینجا توفه فاضله و من راش کردم اجرا کردگی حیاتم بد نمیگذارد. همین شب و روز نغزه که گازیته هست و خیلی جورنال ها هست آورده بیتین روزانه ها همه خبر گفتم هر روز من هم آمده بیرون روزانه ها شبانه هیچ که نیماند. انا سانه همی خود به خود انا همی رسم دیوار کرده رسم با روزهای گذشته خاطر بیارم خوب میپرم. همین چیزا نوشد بعد نیه آمده خبر میگیدن از تئاتر پشت نمیبیان شکست. یک کس 2 کس می آمد. لیکن یار و آشناها بسیار. بلند شود ما شاید